مقامات افغانستان معرکه امگذرانی بر ضد پولیومیلیت را آغاز نمودند، زیرا به قول وزارت بهداشت افغانستان چند پیش در تن یک دختر 3 ساله انگیزه پولیو تشخیص شده بود. بار اخیر پولیو در سال 2001 به افغانستان سرایت کرده است. فعلا این بیماری گذرنده تنها در افغانستان، پاکستان و نیگریه مشاهده شده است. سر از روز سه‌شنبه بانک ملی قزاقستان قرب پول ملی این کشور تنگه را آزاد گذاشت. در نتیجه تنگه نزدیک به 20% قربش را از دست داد. از این رو روز 11 فوریه شمار زیادی دکان و فروشگاه های قزاقستان درهای خود را باز نکردند. گروهی از ساکنان شهر کیروی روسیه از مقامات طلب کردند ساختمان مجتمع ورزشی در مابین پارک این شهر را متوقف کنند. گردآمدگان کوشش کردند مانع رفت و آمد ماشین‌های بارکش به این ساختمان شوند، اما پلیس دخالت نموده 4 نفر از گردآمدگان را بازداشت نمود. در شهر پیشاور پاکستان بر اثر ترکیش در داخل یک کینوتئاتر کمش 10 کس کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید هنگام نمایش فیلم کسی به طرف ازدحام 2 نارنجک هوا داد. این کینوتئاتر با آن مشهور شده است که بار در آن فیلم پورنوگرافی نمایش داده بودند. در شهر سرایوی بوسنیا و هرزگوین گردهمایی اعتراضی ادامه یافته. جمع آمدگان طلب دارند که سروزیر اتحادیه مسلمانان و خروات‌ها به استعفا رود. اصلا اعتراضگران بر ضد فساد و وضع بد اقتصادی و اجتماعی صدا بلند کردند.